یه پیشگویه نه حیاتی نه گیاهی، جمعیت زیاد، جهان زیر آبی، نه شغلی چون رباتا جای آدمان، حتی خدشه افتاده روی همه باورا، به حقیقت پیوسته ماجرای ماورا. دنیا دست یهودا دقیقاً مثل الان، زمین گرم شده، رابطه ها کم شده، کوها همه فتح شده، بیابونا سبز شده، درخت هورمونی ساخته دست انسان، نه مسیح است نه بودایی نه حتی اسلام. یهود حرف اولو خواهد زد، سخت تصورش ولی اینو به یادت بسپار. یخهای آب شده، درختهای قطع شده، قطبهای سبز شده، کشیشهای طرد شده، ماشینا زیاد، آلودگی بیداد میکنه، مغزا کنترل میشه حتی تو ایران. همه تلف وقت میکنن هدف، مهم نی حتی سیگار جاشو داده به علف. من بی شرف سو به هر طرف میزنم، فقط زندگی رباتی شده هدف. همه تلف وقت میکنن هدف، مهم نی حتی سیگار جاشو داده به علف. من بی شرف سو به هر طرف میزنم، زندگی رباتی فقط شده هدف. نه دینی نه اعتمادی، سواد بالا منطق بیشتر نه اعتقادی به اون چیزی که الان هست. مسجد خالی و الان بس خرابه، تو کلیساها کشیشا رو میکشن و مردم براش دست میزنن به اونی که اونا رو کشته میشه. یه قهرمان و الان پشتش خیلی محکمه، چون که این جماعت همیشه دنبال یک قهرمان ملی ان. محرمان بهت میگن از مذهبیون و پرچمدار و دلگیرن. دولت همه کاره، ملت تسخیر شده، انجیل بیفایده، قرآن تحریر شده، نجابت پری و هزانت زری و پولدارای رذل و حقارت فقیر و لباس از مد افتاده، لختا توی خیابون، خانوما تو کف، آقا با لیفت بیارون، مادر با پسر، خواهر با برادر، آشنا و غریبه نداره حقوقی برابر. اشهد ان لیلا الا به زیر لله، خدا خودش میدونه امشب میام بخونه. آره امشب میام بخونه. همه تلف وقت میکنن هدف، مهم نی حتی سیگار جاشو داده به علف. من بی شرف سو به هر طرف میزنم، فقط زندگی رباتی شده هدف. همه تلف وقت میکنن هدف، مهم نی حتی سیگار جاشو داده به علف. من بی شرف سو به هر طرف میزنم، زندگی رباتی فقط شده هدف.